نام من کمر است و من در دسته خواهران بازی می کنم. این دسته فوتبال زنان مسلمان است. دسته سیسترهود و یا خواهران دسته زنانه فوتبال در لندن است که به بازیگرانش اجازه می‌دهد با لباس اسلامی بازی کنند. سال 2018 تأسیس یافت و ازش 2 برابر افزوده 100 نفر شدند. یکی از آنها کامرا دیویس است. در 17 سالگی به اسلام گروید و فکر میکرد که دیگر هرگز فوتبال کردن نمیتواند زیرا لباسش مناسب نیست. ولی وقتی درباره دسته خواهران شنید خوشحالیش پایان نداشت. هر وقت توپ را روی پایم میگیرم قدرت را احساس میکنم و موج زیادی انرژی را که دارم از طریق زدن توپ بیرون میریزم. در واقع بسیار احساس خوب میکنم. خواهران هر هفته تمرین فوتبال دارد و دسته‌های اول آن در سوپرلیگا در گروه‌های 5 و 7 نفری بازی میکنند. به دسته همچنین دختران مسلمانی خانه‌نشینی میآیند که میخواهند اندکی از کارهای معمولی دور شوند. فاطمه علی میگوید بعضی عائله‌ها نمیفهمند که چرا زنان و دختران میخواهند فوتبال بازی کنند. بعضا برادرتون از شما میپرسد برای تو رفتن از غرب لندن به جنوب آن چی فایده دارد؟ من میگویم که از بازی لذت میبرم. ما تیم داریم، ما مسابقه داریم، ما باید برویم. دسته خواهران را برای آن تأسیس دادند که زنان مسلمانی علاقمند ورزش با رعایت قاعده‌های دینشان به آن شغل ورزند. در رمز تیمشان عکس حجاب را هم ماندند که فیفا پوشیدن آن را سال 2007 با نظر داشتی معیارهای امنیتی منع کرد. سال 2012 این دستور سبکتر و سال 2014 به تمام برداشته شد. اکثر بازیگران دسته از آن خوشحالند که جام جهانی امسال فوتبال در قطر صورت میگیرد، نخستین کشور مسلمان نشین که مسابقات را میزبانی میکند. من میخواهم الهام بخش دختران مسلمان سیاه پوست و تمام زنان باشم که بگویم آره شما 3 طفل، شوهر، کار و همه چیز دارید ولی میتوانید هنوز فوتبال بازی کنید.